آیا می دانستید یکی از زیباترین و تاریخی ترین باغ‌های کابل زمانی مرکز قدرت و سیاست افغانستان بوده است؟ باغ بالا، نگین سرسبز شمال کابل، یکی از قدیمی ترین باغ‌های تاریخی کشور است که در سال 1884 میلادی به فرمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شد. این باغ بر فراز تپه‌ای بلند ایجاد شد و به سرعت به یکی از مهمترین اقامتگاه‌های سلطنتی تبدیل گردید. در بلندترین نقطه باغ، قصری با شکوه قرار داشت که محل برگزاری دربار امیر بود. گفته می شود راهروی زیرزمینی نیز این قصر را به سفارت انگلستان متصل می کرد تا در شرایط اضطراری رفت و آمد میان این دو مکان امپذیر باشد. در جنوب باغ زیارت پیر بلند قرار دارد و در گذشته بقایای قلعه قدیمی به نام کافر قلعه نیز در این منطقه دیده میشد. همچنین برجی برای دیدبانی ساخته شده بود که راههای مهم اطراف کابل را زیر نظر داشت. با گذشت سالها باغ بالا آسیب‌های فراوانی دید، اما در دوران محمد ظاهر شاه دوباره احیا شد. درختان و تاک‌های انگور کاشته شدند. آب کافی به باغ رسید و قصر آن نیز بازسازی شد تا شکوه گذشته را تا حدی باز یابد. امروزه باغ بالا همچنان یکی از محبوب‌ترین مکان‌های تفریحی کابل است. هتل اینترکانتیننتال، هتل باغ بالا، مسجد و دیگر تأسیسات مهم در نزدیکی این باغ قرار دارند و چشمانداز زیبای شهر کابل این مکان را به یکی از بهترین نقاط برای استراحت و گردش تبدیل کرده است. برای بسیاری از مردم کابل، باغ بالا تنها یک باغ نیست، بلکه بخشی از خاطرات کودکی، روزهای خوش خانوادگی و هویت تاریخی این شهر است. هرچند گذر زمان چهره آن را تغییر داده، اما هنوز هم باغ بالا یکی از ارزشمندترین میراث‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان به شمار می‌رود. اگر به تاریخ و زیبایی‌های افغانستان علاقه دارید، حتما این ویدیو را لایک کنید، کانال را دنبال کنید و در ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید.